دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه روز 29 مارس سال 2023 عبدالله شمس‌الدین فرزند یکی از رهبران و حساسگزار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را بر اساس دو بند ماده 307 به عضویت در سازمان ممنوع ولای گذاشتن در زیر مطلب‌های ضد دولتی گناهکار دانسته به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالله شمس‌الدین 18 ینور سال جاری از آلمان به تاجیکستان اخراج کرده شد و از آن زمان در حبس قرار داشت. مرافعه پرونده او در دادگاه نویه سینا روز 28 مارس آغاز یافت و همگی 2 روز دوام کرد. به خواهران عبدالله شمس‌الدین که در تاجیکستان زندگی دارند اجازه دادند که در مرافعه پرونده او اشتراک کنند. بنا به اطلاع دریافتی در جریان مرافعه چند شاهد بیان دادند که عبدالله شمس‌الدین در شبکه‌های اجتماعی زیر چند مطلب رهبران اپوزیسیون لایو گذاشته است. خود عبدالله شمس‌الدین در مرافعه در پاسخ به سوال‌های دادرس لایو گذاشتن زیر چند مطلب و عضو سازمان تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت بودنش را به گردن گرفته است. معلوم نیست که عبدالله شمس‌الدین در چه شرایط این دو اتهام را اعتراف کرده است. عبدالله شمس‌الدین که 33 سال داشته از سال 2009 در آلمان به سر می‌برد، نه فقط پسر یکی از اساسگزاران حزب نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید است، بلکه داماد رهبر این حزب محیدین کبیری نیز است. سمیه پیرو و همسر عبدالله شمس‌الدین فرزند اپی کبیری است. عبدالله شمس‌الدین در دورتموند همراه زن و 2 فرزندش زندگی داشت و در یک شرکت نصب درهای الکترونیک کار می‌کرد. مقامات آلمان او را روز 12 دکامبر سال 2022 از منزلش در شهر دورتموند گرفته همان روز به فرودگاه شهر میونخ آوردند تا که به تاجیکستان اخراج کنند. روز 18 ینور سال 2023 عبدالله شمس‌الدین را با هواپیمای ترکش ایرلاینز توسط استانبول به دوشنبه بردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون درباره اخراج او از آلمان به دوشنبه و تفتیش و مرافعه پروندهش یگان شرح ندادند. پدر او شمس‌الدین سعید هنوز در پایان سالهای 80 به صف حزب نهضت اسلامی که آن وقت نهضت جوان تاجیکستان نام داشت پیوست و سال 1986 برای اشتراک در گردهمایی اعتراضی در شهر قرغن‌تپه با طلب رهایی اساسگزار این حرکت سید عبدالله نوری دستگیر و محکوم به زندان شد. سال 1992 در پی آغاز جنگ شهروندی و منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و تا سال 1997 در تهران به حیث نماینده نوری فعالیت داشت. بعد امضای سازشنامه صلح بین حکومت و اپوزیسیون شمس‌الدین سعید به تاجیکستان برگشت و چندین سال امور روابط بین المللی حزب نهضت را در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه به عهده داشت و عضو ریاست حزب سال 2015 در پی منع دیگرباره فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین سعید به اروپا پناه آورد.